مسئولان شرکت‌های موبیلی از مشکلاتشان قصه نمی‌کنند، چون نمی‌خواهند توجه خدمات علاقه و مقامات انداز را به خود جلب نمایند. ولی همه شرکت‌ها از زیاد بودن انداز بلند شکایت می‌کنند. تقریباً 4/1 درآمد شرکت‌های موبیلی مستقیم و 60% دیگر غیر مستقیم ستانده می‌شود. گذشته از این، سر چند وقت این شرکت‌ها را با سبب‌های برای آنها نامعلوم جریمه می‌کنند. مبلغ این جریمه ها به $10 میلیون برابر است. به هر صورت نمیتوان این را به حیث مشکلات نام برد. اساس این است که برای مثال در نزد دستگاه پرزیدنت اوید به مسئله های تکنولوژی های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی شورا عمل میکند. اما متاسفانه چند سال اخیر این شورا تقریبا فعال نیست. تصمیم های مهم در ساحه مخابرات از طرف تنظیم کننده یعنی خدمات علاقه قبول کرده می شوند و شرکت‌های موبیلی نیز این دستورها را صافدلانه اجرا می‌کنند. مشکلاتی که برای رشد بازار مخابراتی در تاجیکستان مانع ایجاد می‌کند بیشتر از این است. تیر ماه سال 2016 در تاجیکستان مرکز یگانه کموتاسیونی تأسیس یافت. همه فراهم کننده های اینترنت و شرکت‌های موبیلی را موظف کردند که اینترنت را از همین شبکه بگیرند. یعنی به این ترتیب شرکت‌ها و در برابر آنها کاربران نیز از انتخاب ترافیک محروم شدند. حالا سرعت اینترنت و نرخ آن در همه شرکت‌ها یکسان است و اما در خدمات ضد انحصاری میگویند که شرکت‌ها مجبور نیستند از موری یگانه استفاده برند، ولی شرکت‌های مخابراتی نمی‌خواهند با خدمات علاقه به اصطلاح دشمن شوند و برای خود درد سر خرند. این به محدود شدن دلخواه فعالیت باعث می شود. یعنی از لحاظ مالی این پرداخت های مختلف و محدودیت های دیگر را در پی داشته می تواند. برای مثال علاقه معروف انجین را می گیریم که منع کرده شده بود. دستور، قرار و قانون وجود دارد و ما باید آن را اجرا کنیم. اما مهم از همه پیامد آن است که این کم شدن جایهای کاری و پرداختن معاش می باشد. حال آنکه همه متخصصان ساحه مخابرات ورزیده هستند. با استفاده از قانون علاقه الکترونی، تنظیم کننده علاقه پیوسته محدودیت های نو را جاری می کند و بازیگران بازار مخابرات را مجبور می نماید که به خواست آنها عمل کنند.